آقای دکتر من نمیخوام چک کنم. خب بکش. خانواده هم نمیذارن. خب بیا با هم بکش. سلام آقای دکتر، من چجوری با توی امتحانا قبول شم؟ درس بخون. خب چجوری درس بخونم؟ دفتر رو باز میکنی؟ خب بفهم این قشنگ نگاه کن ببین. میای نگاه میکنی به خطا قشنگ میخونی. آقا این که برعکسه. خب برعکس بخون. سلام آقای دکتر، من چجوری زن پیدا کنم؟ من خودم فهم ندارم. چی میگه؟ آخه حروم داده تو با این سن میخوای زن بگیری؟ من هم سن تو بودم. الله اکبر.